یاماچ کوچووالی در سریال گودال یکی از شخصیت‌های محبوب بین مردمه. من در این ویدیو به علت محبوبیت و اینکه چطور انقدر شخصیت قدرتمند و قوی داره میپردازم و شخصیتش رو تحلیل میکنم. از آرمای گودال که رو در و دیوارهای شهرهای ایران کشیده شده معلوم میشه که سریال گودال سریال محبوبیه. به عنوان یه مقدمه کوتاه برای کسایی که با این سریال آشنا نیستن باید گفت که ماجرای گودال در خیابون اتفاق میفته، جایی که یک گنگستر قدیمی به نام ادریس کوچووالی همه خونه‌های محله رو خریده و همه اونو به چشم بابای محله میشناسن. ولی داستان یاماچ کوچووالی از جایی شروع میشه که وارتولو سعادت‌دین به عنوان یه تولید کننده و دلال مواد مخدر به گودال میاد تا پیشنهاد راه اندازی آشپزخونه مواد مخدر رو به ادریس بده و وقتی که ادریس این پیشنهاد رو رد میکنه وارتولو قهرمان پسر بزرگ خانواده رو به قتل میرسونه و ادریس از مرگ اون سکته میکنه. یاماچ که یکی از پسرای ادریسه سالهای پیش خونه رو ترک کرده بوده و گفته بوده که دیگه به اون خونه بر نمیگرده و اینجاست که مادر یاماچ به دنبالش میره و درخواست کمک میکنه تا به محله برگرده و از محله در برابر وارتولو محافظت کنه. حتما براتون سوال شده که چرا مادرش یاماچ رو برای رهبری انتخاب کرده؟ چون اون میدونست یاماچ از هوش بالایی برخورداره و مثل پدرش استعداد رهبری رو در خودش داره. توی فیلم از طرز صحبت کردن یاماچ معلومه که روی تصمیماتش مصممه و روی حرفاش تسلط کامل داره. یاماچ با همه آدمای محله فرق میکنه. یعنی وقتی که همه گودال دنبال اینن که با جنگ و خونریزی مسئله رو حل کنن، یاماچ بدون ریختن یه ذره خون مسئله رو به نفع خودش حل میکنه و به اصطلاح با پنبه سر میبره. یاماچ برخلاف خیلیا از روی آتش انتقام و خشم تصمیم نمیگیره و صبر میکنه تا در زمان و مکان مناسب بهترین کار رو انجام بده و این خصوصیت باعث قدرتمند شدن شخصیتش شده. این شخص در طول سریال با اینکه فشارهای زیادی بهش وارد میشه مثل از دست دادن پدرش و از دست دادن محله و خیلی اتفاقات بد دیگه، ولی انگار با هر کدوم از این فشارها قوی‌تر میشه و از اونا درس میگیره. اون وقتی میخواد با کسی صحبت کنه سرشو میگیره بالا و پاهاشو اصلا باز میکنه و دستاشو میگیره پشتش. با این کار انگار داره به طرف نشون میده که من به همه جا تسلط دارم و از هیچ چی نمیترسم. یاماچ هنر مذاکره رو خیلی خوب بلده و توی همه مذاکره‌هاش پیروز و حرف خودشو به کرسی میشونه. همونطور که توی ویدیو کامل در مورد مذاکره صحبت کردم، مذاکره یه ابزاریه که در همه جا بهت کمک میکنه. یاماچ خیلی خوب استعدادهای بقیه رو تشخیص میده و از همه استفاده میکنه برای پیش بردن کاراش. اگه دقت کرده باشین یاماچ حتی از یه دیوونه به اسم علیچو استفاده کرد. یعنی فهمید که علیچو حفظیاتش خیلی خوبه و مهارت خاصی داره که خیلی کمکش میکرد و برای همین همیشه علیچو کنارش بود. طرز لباس پوشیدن یاماچ، چیزی که مشترکه توی شخصیت‌های قدرتمند، طرز لباس پوشیدنشونه که خیلی باید بهش توجه کنید. این تیپ و طرز لباس پوشیدن شماست که تعیین میکنه بقیه با شما چجوری رفتار کنن. حتی بزرگترها به یاماچ احترام میذاشتن و این به خاطر طرز لباس پوشیدنشه. اگه دقت کرده باشید از اول تا آخر فیلم یه نیمبود یا پوتین پای یاماچه که نشون میده که همیشه آماده هر اتفاقی است. اون همیشه توی همه مذاکراتش و وقتایی که قراره ملاقات خیلی مهم داره همه چیو از قبل برنامه‌ریزی کرده و بهترین حالت و بدترین حالت رو پیش بینی کرده و آماده هر اتفاقی هستش. پس حتما قراراتون از قبل برنامه‌ریزی کنید. همیشه سعی کنید از فیلمایی که میبینید نکات مثبتش رو بیرون بکشید و اجرا کنید. در غیر این صورت فیلم دیدنتون یه کار بی‌ارزش بیشتر نیست. برای مثال شخصیت یاماچ نقصای خیلی زیادی داشت ولی ما فقط اون مثبتاشو و اونایی که تو مسیر موفقیت ما بهمون کمک میکنن رو دیدیم. اگه از این سبک ویدیوها دوست داری چنلمو سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای من باش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به کارتون بیاد. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.